بریم تو دوران دهه 60 زمان دردا و غم و سختی اون زمان موبایل و لپتاپ نبود، قرارمون توی کافی شاپ نبود، تهش یه نامه می نوشتی براش، اونم میرفت صاف زیر دست باباش. یه جوری پس گردنی رو میخوردی، عشق همونجا از یادت میبردی. اون قدیما کتک فقط جواب بود، دمپایی ابری مسئول حساب بود. تو مدرسه یه ناظم بد اخلاق نشسته بود جلوی در با شلاق. یه تار مو از سیبیلات کم میشد، زندگی تبدیل به جهنم میشد. دخترامون همه شبیه اکبر، تیپ و قیافه ها خراب و پرپر. جواب بچه ها فقط جون نبود، خوراکمون قیمه بادمجون نبود، یه ساندویچ ربانون لواش که کلی هم کتک میخوردیم براش. دمپایی‌ها 7-8 تا سایز بزرگ بود، لباسامون سایز مامان بزرگ بود. حریم شخصی اون زمان هندی بود.